یک روز از روزاست بسیار دیگه خاطر جالب است. در سر چوک هستم یک آدم میه 18 این بازوهایش 19 این پتش میگه مرا میشناسی؟ من میگم نه. میگه من دادای منطقه هستم. یا خدا یا پروردگار این چی حالت هست؟ این جسامت خدا که میبینم، این کتگی از ایره که میبینم هیجانی شدیم. ما گفتم برادر اصل گپ بگو چی گپ است؟ گفت چند نمی ترموز؟ تم بته 5 لک. 5 لک سر سودا کردم، رفت نافکش مایده کرد، پس آمد گفت مرا نمیشناسی؟ ما گفتم نه من تو رو چی میشناسم؟ فتح خان هستی، قدوس خان هستی، بگو خو. گفت ما دادای منطقه هستم. برادر دادا چی رو میگه؟ گفت دادا بدمعاش میگه. من خودم بدمعاش هستم. من گفتم سایکو برادر من خاک پای ملت هستم، امیر جور دادیم جور بیار پیسه تا بگی برو. دور خورد یک سیلی داریم زد، دیگه سیلی زد. تم سایکو جوان اگه 3 سیلی زدی تو رو تو یک مش دیم که در شفاخانه 600 بسترم تداوی نشد، در افغانستان 400 بستر تا که دستا مرا نمیشناسی. من از وقت زنبورک شا و زنبیلک شا هستم. زنبیلک بیادر زنبورک، زنبورک بیادر زنبیلک. گفت کو گفتم اون سایکو کمیسای میکنم یک اپرکت، یک جنتای فرایته، یک کوشک. یک وقت زدم خونش در زمین لنگای دوا خونک همیا کمی زدم همی خونش در زمین لنگای دوا خونک دیدم. گفتم بچه‌م یک رای مردی گریز از لیورز بگروز. لیورز گریختم، یک دو تا طالبای قوی گرفت. گفت دغه دبت ماشونده چون که من پشتو را خوش دارم، علاقمند به پشتو و به فارسی هستم. کلگی را دوست دارم، چی پشتو چی ازبک چی هزاره چی تاجک کلش دوست دارم. نور چشم است، تاج سرم است. دیگه هیجانی شدم، گرفت هر چی کردم خدا الا دیدم که حال پشتو رو نمیفهم. من هنر پیش هستم، از کله خود جور کردم تا من اورورونه ده خدا و راستی مونده. ما گناهون ندهونده 3 روزون پیشونده که یو دونه ترموزون ده ما سری بیاقلون ده فروختنون ده ای ده خانهون یا ده پستون بردن ده که تاون ده نافکون میدون ده خو یو دفعه تیلون ده 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه با خدا نزدون ده خداون به ما اجازه اون دادن ده 2 بوکسون ما زدن ده 15 بوکسون خداون ده فرقون دادن ده ما چه گناهون ده کنون ده زمون ده لنگاون ده اون ده ما چه گناه گوی پشتو را که مگه بانو میره قم افغان ما در تاریخ ندیدیم. ما گفتم گفتم زورو ما خود ترسیدنون ندنون ده خود تو پستون رفتنون ده مام کتت رفتن ده اوجا گرفت پرسانش کردن استنجا فرض است سنت میگیریم یال تو را دیدم یادم رفت. گفت او بچه استنجا فرض است سنت تا شلیم میشی فرض میگمش زیاد پیش پرکی نکو. گفتم گفت ده غسل گفتم سیاست نکو که یادم میره 3 چیز ششتن دماغشتن داشتن بدن 4 تا گفتم ابوبکر عمر عثمان حیدر 4 مذهب تا بگو تو امام اعظم امام شافعی امام بر امام مالک با چند کتاب مسلمانتون با 4 کتاب چی تم سیاست نکنه خو یادم میره با 4 کتاب انجیل تورات زبور فرقان. بنده کیستی گفتم بنده خدا امت کیستی رسول الله دوستدار کیستی 4 مصطفی در مذهب کیستی امام اعظم دین که اسلام خودت کیستی تو مسلمان سیاست نکو که یادم میره مسلمان هستم. گزده اورورا تو ما اورورا مخندری بری برم تم تمام آمدن ده 15 کیبلون ده فرقون زدن ده که دیگه کد نوردونون ده غرض گرفتن ندن ده خدای پامونون ده تا شدم کاله یک لوده دیگه ایش گرفته. من چی میگه کجا میری بازارگری؟ گفتم چرا گبرگی صدا هر گبرگی چرا گبرگی صدا هر گبرگی. گفتم من خدا بالا الا کردن تو دلت الا. گفت مولوی سی بی خود زرگری هم میگه. گفت بچه کابل از 71 لب یاد داره. 1-2 قدم پیش شدم که دیگه ایش گرفتم. تو با قطعاتان دم متل تاک تیتا بودم قلیپی میکردم تیلوت پیتل نمی یک تاتمو ما قلید ناپاک چا مایده کرد. بعد آمد یک چیز دیگه تو مولو پیقل طلا مال میتن بیا بلیم پوتاکم تتت خلاص بیا که بلیم پوتاک دیدم میتتونی. حالا خودم هیجانی شدم خندیم گرفته. ببخشید که من یک خاطره